سلام و وقت همه شما عزیزان بخیر. خدا کنه خوب صحتمند و سرحال باشین. باز هم با یکی دیگر از برنامه‌های هدف میدیا با من امید بکتاش خوش آمدید. دوستان ما امروز جویشیر آمدیم به کتاب فروشی های جویشیر و می‌خوایم که یک گزارش از اینجا براتون تقدیم بکنیم. این که در این زمستان بازار کتاب فروشی ها چطور است، چقدر تغییرات آمده در بازارشان، آیا بیشتر مردم مطالعه میکنن یا خیر کتاب ها را. بیاین با ما همراه باشین دوستان عزیز تا آخر برنامه و ببینید که بازار کتاب فروشی ها چگونه است. خوب هستین سلام؟ الحمدلله فضل. شکر سلامت باشین. مسئول دکان خودتان هستین؟ بله مسئول دکان خودم است. میشه نامتون رو بگین بر دوستای ما؟ اسم محمد امید. محمد امید جان، چقدر وقت است اینجا کتاب فروشی دارین؟ تقریبا یک 10 سال میشه اینجا کتاب فروشی. 10 سال ماشاءالله. خیلی بسیار سابقه زیاد دارین در این بخش. بله. چطور است باز سبزای کاروبار فروشات نیتن؟ والا فضل خدا هزار بار شکر است. خوب است میشه. نسبت به گذشته چطور فصل زمستان فکر میکنم بیشتر مردم بیکار هستن در خانه، شاید کتاب بیشتر خریداری بکنن مطالعه بکنن. نه خامی بخش حساب دینی که هست یک ذره خوبتر است، مدرسه مثلا فعال میشه دیگه، مجاهدین صاحب یک ذره کتابای دینی رو میخره فضل خدا. بسیار خوب. تنها شما کتابای دینی رو سودا میکنید؟ بله از ما بخش ما دینی است. بله بسیار خوب. نسبت به سالهای گذشته چطور کاروبارتان افزایش یافته؟ الحمدلله شکر الله. فعلا مجاهدین صاحب اومدن کتابای دینی جفتر میخرن. کتابای دینی. باز دیگه بخشا چطور؟ اونا هم کاروبارشون خوب است یا اونا مینالن؟ دیگه بخشا والا معلومات نداریم، یگان که میگه کاربار میشه یگان که کاربار نمیشه. حالا ما فضل خدا خوب است هزار بار. ها چطور از باز خودتان مطالعه میکنین کتاب؟ مطالعه میکنیم کتاب. شما دیگه در کان کتاب هستین، باید بیشتر مطالعه بکنید. بله کتاب مطالعه نکنیم بس. یعنی کتابای عمر خالد اصلاح قلب ها بیش در خانه های می کتابا رو مطالعه میکنیم. مثلا اگر یک دوست ما باشه تازه بخواد کتابای دینی را مطالعه بکنه، به نظر خودتان کتابا را برشون توصیه میکنین مطالعه بکنن خوبتر از برشون و زودتر بتونن برداشت بکنن از اونا؟ این کتابا که هر کتاب از کتابای بخش دینی آمادگی است، مبادی اسلام است، سیرت نبی چند حدیث است، دیگه نه باستاد بخشای کلان است، دیگه سیرت نبی رحیق المختوم بهترین یک سیرت است، شما هر مسلمان یک سیرت مطالعه کنه. این کتابا باز درجه سینی هم داره یا هر کس میتونه مثلا بعضی کتابا هستن یگان لغت‌های بسیار مغلق را پیچیده را استفاده کردن که مثلا یک شخصی که مثلا محصل باشه تا دانشجو باشه فرق میکنه. نه اینا باز کتابا درجه سینی هم دارن؟ هر کتاب از مثلا کتاب است که مثلا به صنایع خرد است، نه کتاب از صنایع کلان است، هر کتاب از کتاب نیست بود کارش یک چیز باشه. کتابای دیگه بخشا که هست بخشا اونا از خود درجه دارن، نه برای مکتب است، مثلا برای دانشگاه هستن، برای کورس ها هستن. نه کتابای دینی هم میتونه یک چیز است. دینی هم کارش درجه بندی است. خیلی ممنون. سلامت. و علیکم السلام. خدا کاروبارتون برکت. خیلی خدا خوش براتون. خب دوستان ما هم پیش دوست دیگه ما میریم ببینیم که یم مصروف مطالعه است، خدا کنه مزاحمش نشیم. امروز صحبت میکنیم. چطور است؟ سلام برادر، خوب هستین؟ سلام استاد، خوب هستی؟ بخیر. تشکر سلامت باشین. میشه نام مقبولتون برام؟ توفیق الله بهیر. توفیق الله جان، چقدر وقت میشه اینجا کتاب فروشی دارین؟ تقریبا 1.5 سال میشه. 1.5 سال میشه. پس تازه کار هستین در این بخش؟ بله. مثلا تازه آمدین در این بخش؟ نه تقریبا ما پیش دادیم از زنگ بودیم مال اینجا انتقال. خب اینجا انتقال کردین. در کل چقدر وقت از کتاب فروشی میکنین؟ تقریبا 1 سال میشه. بیشتر دیدیم که مطالعه داشتین، خیلی خوب است، پس استفاده مفید هم میکنین. بله بله. روزانه چند کتاب را مطالعه میکنین؟ ولا یک کتاب یا 2 کتاب روز مطالعه میکنه. بیشتر دوستای ما میگه که والا ما نمیتونیم مثلا در روز 10 صفحه 3 صفحه 4 صفحه مثلا زیادتر مطالعه بکنیم. خودتون چگونه توصیه میکنین براشون؟ چگونه ما میتونیم مثل خودتون موفق باشیم روزانه 2 کتاب یا کتاب را مطالعه بکنیم؟ چون تو هست که او پیش چی میباشه از فرق داره. یگان تا خود داره که 10 صفحه مطالعه کنه، یگان تا 20 صفحه. خود تو هست که به خاطر موزوق و به خاطر کتابی که چقدر جالب باشه، مثلا کتاب که زیاد جالب باشه 3 صفحه مطالعه میشه روز. نه واقعیت از دوستان هم یک وقت کتاب درویش پنجم را مطالعه میکردم، آنقدر ما خوشم آمده بود کتاب. زمانی که مرا میگفتن بیا باشه که نان تیار است، نان نوش جان بکن، من میگفتم بجای نان خوردن من 3 صفحه کتاب را میخوانم، چرا برم نان بخورم؟ این واقعیت است واقعا. کدام کتابا به نظرتون زیاد خوب است که دوستای ما مطالعه بکنن؟ فعلا کتابای درسی خوب پانتنا رسخت است،
کتابای روانشناسی، کتابای دیگه که تو دلچسب باشن، رمان باشه عالی زیاد فروش داره. چون یگان تا کتابای کورسا و انگلیسی و تو کتابای خاطر مطالعه، کتاب مطالعه آزاد مثلا رمان و داستانی چیزا باشه. کدام کتابایتان با زیاد پرفروش هست؟ رمان یا روانشناسی؟ نه رمان، چون در این وقتا کتابای رمان و چیزا زیاد هست، خود داستان مردم زیاد خوش داره. و مثل خودت تو یک صندلی هم باشه، یک گلاس چای هم باشه و یک کتاب رمان هم او باز دیگه کیف میکنه نه؟ بله بله، ما خودم کتابای زیاد عز القرنی خوش داریم که مطالعه کنیم. اصلا لیکوال عربی است، خب کتابای پشتو ترجمه شده. ما چون کتاب پشتو از عز القرنی مطالعه میکنیم. بسیار خوب، موفق باشین. میشه بر دوستای ما اینمی جایش از چند کتاب را منبع بگویی که در این زمستان مطالعه بکنن، چقدر خوشوانه است؟ فارسی باشه پشتو باشه فرق نمیکنه. این نیست، فرق نمیکنه دیگه. خب کتابای عز القرنی که زیاد کتاب داره، تقریبا کتابایش یک تا فعلا ما دیدیم 10 تا ترجمه پشتو شده. و کتابای دیگه که هست رمان کیمیاگر است، کتابای دیگه الف شفا پس ملت عشق، کتابای زیاف است. یگان کتابای نیناو که چاپ شده بلدوی زرین کرخی، این موضوعات بسیار خوبش داره. این کتاب باز در خود افغانستان چاپ میشه یا هم به پاکستان ایران میرن بخاطر چاپ؟ نه در افغانستان چاپ میشه، خو یگان تا باز در ایران خو نمیره، قدر زیاد در پاکستان میره. چون اوجه بخاطر از یک سابقه فکر میکنم زیادتر کتابای ما از پاکستان میومد، نه اونجا میرفت چاپ میشد دوباره میومد. حال فکر کنم مطبوع اینا ساخته شده در خود افغانستان هم چاپ میکنن. بله، حالا چون کاغذ در پاکستان 2 برابر ورق سفید شده، چون حالا در پاکستان او قدر کتاب چاپ نمیشه. اگر چاپ میشه خو ورق بسیار کیفیت ضعیف و چاپش هم بسیار چمی باشه. دیگه کاس ورق سفید چاپ میشه بسیار خوب، کیفیتش متنش بسیار خوبش میاد. خیلی ممنون، سلامت باشین. تشکر. السلام علیکم. وقت خوب خوش بردار. بخیر باشین. السلام علیکم. خب دوستا، چقدر خوب شد، از دوست ما هم چند منبع گرفتیم براتون. میتونین این کتاب ها را خریداری بکنین، مطالعه بکنین و از این زمستانی که هست در پیش رو دارین یک استفاده خیلی مفید داشته باشین. میریم با دوستا دیگه هم صحبت هایی می داشته باشیم. ما را همراهی کنید. خب دوستان، اینجا دوست دیگه ما هم هست، همراهشون صحبت میکنیم، ببینیم که چطور از کاروبارشون کتابا را جور میکنن. خدا کنه مزاحمتون نشیم. نه مشکل نیست. سلام، خوب هستید؟ خوب هستید؟ تشکر، سلامت باشید. این طرف روی به کامرا که چند دقیقه که دوستای ما صحبت بکنیم، درست است؟ شکر. میشه نامتون رو بگین بر دوستای؟ شریف الله صحنا. فعلا دیگه دینمی شاگرد هستیم، می‌نیم کتابکار یکان پاک سوترا میکنیم. مسئول دکان خیلی خودتان نیستین که شاگردی میکنین؟ بله خودم میشم. چقدر وقت از کار میکنین اینجا شریف الله جان؟ یک مدت 4 سال میشه که کار میکنم. 4 سال. چطور است باز کاروبارتان؟ خوب است، شکر است دیگه. فعلا خود وضعیت ولی فعلا خود چیزی نیست. مردم خریداری نمیکنن کتاب؟ نه. اگر نه فصل زمستان هست، بیشتر مردم بیکار هستن در خانه کورسا و اینا، از باید بیشتر کتاب مطالعه کنن. پیسه که نیست که چی کتاب آدم بخره. چطور است باز قیمت‌های کتاب‌ها نسبت به سابقه افزایش یافته است یا ارزان شده؟ نه قیمت شده. کتاب قیمت شده. از یک طرف قیمتی کتاب‌ها، از دیگر طرف بیکاری دوستا، اینا تمامشون بسیار صدمه بزرگ زده به کاربارش. مشکلات پیش میشه دیگه. خب بیا بازم خدا مهربان است. دکان چند نوع کتاب دارین شما و از کدام بخش‌ها کتابایشون به فروش میرسونین؟ کتابای اقتصاد داریم، کتابای قرآن شریف است. دیگه هر بخش است، تاریخی است، اسلامیات است، مکتبی است. اینا رو داریم. از کدامشون زیاد پرفروش هستند، دوستا خریداری میکنن؟ دیگه هر کدام از خود وقت سیزن دارن، سیزناشون باشه، هر کدامش از خود پرفروش. سیزن زمستان سالهای قبل امسال خب میگن زیاد کار نیست. سالهای قبل کدام کتابا را زیاد مطالعه میکنن؟ زیادتر این کتابای روانشناسی و روزمره می کتابا زیاد پرفروش بود. بعد از زمستان در ماه عمل باز کتابای مکتب بود. دیگه نمی سیزنای وقت کار است. خودتان هم در وقتهای بیکاریتون یکان کتاب مطالعه میکنین؟ نه، سواد نداشتیم، سواد قدر نداریم که ما ایران مطالعه کنیم. بسیار بود ادبیات یا بالاست. آدمای میتونه که 12 خونده باشن یا
خودتون چند سال مکتب خواندین؟ هیچ نخواندین یا خواندین یک کمی؟ خواندیم تا صنف 3 خواندیم، باز از اون نخواندیم چطور که باز ادامه ندادین؟ دیگه. والا وقت و زمان دیگه یک مشکلات پیش میشه و انسان که نمیتونم خوانده. حالا خیلی خوب میشد اگر میخواندین سواد شاید خوانده بتونین خط را کم کم یا هیچ نمیتونین. نمیتونیم. خب بازم خوب هستیم دیگه، تو بعد نه. خب اسی فرصت خیلی خوب بود برای شما که سواد می‌داشتین، مطالعه می‌کردین کتاب را. اینقدر کتابا را اگر مطالعه می‌کردین امروز خیلی خوب بود براتون. واقعیت است. خوب است. حالا ناوقت نیست کورسای سواد آموزی است، میشه برین یاد بگیرین مطالعه بکنین. شاگرد نمیتونه دیگه کورس بخونه. یه ماش هم نمیده که ماش کتابچه بخریم، قلم بخریم، خانه خود بچلونیم. بله. دیگه واقعا نه سخت است دوستا، واقعا خیلی سخت است. به هر صورت بخیر باشین، سلامت زنده باشی. تشکر از شما. شما یک اشتباه بی‌نظر دیگه. خب دوستان بخیر باشین، سلامت. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز ما که از کتاب فروشی های جوی شیر براتون تقدیم کردیم. بعضی از دوستا نالیدن از کاروبارشان ولی بعضیا شکرگزاری کردن خداوند، گفتن که خیلی خوب از کاروبارشان. شما هم چقدر خوب از دوستا از زمستانی که به شیری دارین استفاده مثبت بکنین، کتاب مطالعه بکنین و از این استفاده مثبت داشته باشین. تا برنامه بعد که بازم در خدمتتون قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شب روزتان خوش، خدا نگهدار و فراموشتان نشه که چنل یوتیوب هدف میدیا را حتما سابسکرایب بکنید.